سلام جناب هرستی، ما بسیار خوشنود هستیم که شما راضی شدید به سوال‌های رادیو آزادی جواب دهید. سوال نخست ما این است که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی نتیجه مقدماتی را علاقه اعلان کرد و موافق آن حزب عمده مخالف دولت تاجیکستان، حزب نهضت اسلام، همگی بیش از 1% آوازها را به دست آورده است. این برخی از کارشناسان و تحلیلگران را در حالت شوک قرار داد. نظر شما در این مورد چیست؟ متاسفانه ما نمیتوانیم نتیجه ها را شرح دهیم. بخصوص حق ارزیابی های سیاسی نتیجه ها را نداریم. رسالت ما با نظارت جریان انتخابات محدود بود که با چنین نتیجه ها انجامید. این زمان باید گفت که هیئت ما شهادت حجت‌گذاری شده خوبی را جمع‌آوری نمود که بر طبق آن مرز میان حزب حاکم، پرزیدنت، حکومت، دولت و کمیسیون انتخاباتی خیلی نامعین بود. من یک مثال میارم. مطبوعات هنگام پوشش خبری انتخابات 90% اگر از آن بیشتر نباشد درباره کار حزب حاکم، حکومت یا کار کمیسیون انتخاباتی نوشت و تنها 2% حجم مطالبی در مطبوعات پخش شده درباره کار همه حزب‌های دیگر بود. ما باید گوییم که کار حزب‌ها اصلا در خبرهای سیاسی پوشش نیافته است. این تنها یک نمونه مربوط به مطبوعات بود. اینچنین ما دیدیم که مقررات انتخاباتی نسبت دو حزب نهضت اسلامی و هم حزب سوسیال دموکرات خیلی محدود کار کرد و این زمان برای حزب حاکم زیر رهبری پرزیدنت خیلی فراوان استفاده شد. مثلا در شهر دوشنبه اکثر تابلوهای تبلیغاتی این حزب با چهره رهبر این حزب که پرزیدنت کشور است پخش شد. همین چیز مرز میان احزاب سیاسی و حکومت را از بین میبرد. ما چندین نوارهای را داریم که در آن نشان داده می شود که یک آدم به جای چند نفر آواز داده است. آیا آوازهایی که همین شخص داده است از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان به اینابت گرفته می شود یا به اینابت گرفته نمی شود؟ روز انتخابات 230 ناظر کوتاه مدت ما در 800 نقطه رایدهی از جریان آوازدهی مشاهده کرد. ما دیدیم که متاسفانه آوازدهی بسیار کراتر زیاد جای داشت. در برابر آوازدهی چند کراتر همچنین تقلب برگه‌ها آوازدهی به جای اعضای عائله جای داشت، ولی هیچ تدبیری حقوقی ضد این عملها اندیشیده نشد. این عملها نتیجه ها را غیر واقعی و حتی غیر قابل سنجش می‌کنند. وقتی ما با قانون می‌بینیم که در عمل چی رو می‌دهد، می‌فهمیم که در نتیجه خواست واقعی رای دهندگان را معین کردن امکان ندارد. این تأسف‌آور است. من باور دارم که مردم می‌خواهد که نتیجه‌های حساب کتاب حقیقی را بداند، ولی ما این را در روز انتخابات دیده نتوانستیم. برخی از حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند که شمارش آرا یا که رای‌ها بعد از انجام انتخابات غیر شفاف بوده است و ناظران حزب‌ها در هنگام شمارش شرکت نداشتند. آیا میتوان به نتیجه های انتخاباتی از همین حوزه‌ها اعتماد کرد؟ I already told you transparency of the vote procedures, the vote counting procedures. طور من حالا گفتم در روز انتخابات جریان رایدهی شفاف نبود. تنها در چند حالت خیلی کم ما دیدیم که ناظران حزب‌ها در این جریان‌ها اشتراک داشتند، یعنی شاهد باز کردن قطعه‌ها و یا حساب برگه‌های واقعی رای بودند. در اصل در بسیار حالت‌ها آنها دورتر از جریان‌های حساب کتاب بودند و یا اصلا به این جریان‌ها راه دادن نشدند. حضور تنها نمایندگان یک حزب به هنگام باز کردن قطعه‌ها و حساب و کتاب نتیجه‌های رایدهی را غیر قابل اعتماد می‌کند. مثلا پروتکل‌های اوچستگاه‌های انتخاباتی با نتیجه‌های رایدهی که بعداً به کمیسیون انتخاباتی فرستاده می‌شوند، بعد برگزاری انتخابات به ناظران داده نشدند. طوری در بسیار حالت‌ها ناظران مشاهده کردن این پروتکل‌ها بعداً نه به کمیسیون بلکه به کدام جای نامعین برده شدند. ما نمی‌دانیم که این جای کجا بود. به همین خاطر باید گفت که با سبب‌های خیلی زیاد نتیجه‌های انتخابات برای ناظران بین‌المللی غیر قابل سنجش است. Which the election commission produced at the end of the day were not given to the parties, were not given to the observers. Thank you. Thank you very much. Thank you.